مطمئنم عاشق این کیک زبرای پنبه‌ای میشی. سلام، امروز میخوایم یک کیک مرمری خیلی خوشمزه درست کنیم. برای درست کردن این کیک ما باید 150 گرم کره نرم شده رو که به دمای محیط رسیده با 300 گرم شکر سفید مخلوط کنیم. وسط کار حتما دورگیری رو انجام بدید. الان باید تخم مرغامون رو دونه دونه اضافه کنیم و هر کدومش رو 1 دقیقه هم بزنیم. بعد از اضافه کردن تخم مرغا مجددا دورگیری میکنیم و الان 1 قاشق چایخوری وانیل رو هم اضافه میکنیم و هم میزنیم. به این مرحله که رسید همزن و فعلا کنار میذاریم. 180 گرم شیر رو اضافه میکنیم و با لیسک هم میزنیم. اینجا ممکنه یه ذره بریده بشه که اشکال نداره و طبیعیه. الان 300 گرم آرد سفید قنادی رو با 2 تا قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1 پینچ نمک الک میکنیم روی موادمون. به این مرحله که رسید برای اینکه این گلوله ها باز بشه در حد 20 ثانیه ما با همزن برقی هم میزنیم. اینجای کار موادمون دیگه روون شده و یک دست شده. نصف موادمون رو جدا میکنیم. به این نصفه‌ای که جدا کردیم 30 گرم پودر کاکائو اضافه میکنیم. الان اینو هم میزنیم تا کاملا یک دست و شکلاتی بشه. وقتی که موادمون شکلاتی شد قالبمون رو میاریم. قالب من یه قالب مستطیل 30 سانت در 10 سانته و نوبتی دونه دونه از مواد وانیلی و شکلاتیمون میریزیم توی ظرف. موادمون رو ریختیم. من یه تکون میدم که صاف بشه. بعد با یه کاردک چربش کردیم از قبل میذاریم وسط و تا آخر تقریبا میبریم. میره توی فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 50 دقیقه. خب بعد از 50 دقیقه این کیکمونه که پفشو میبینید. وسطش هم به خاطر اون کارتگی که گذاشتم اینجوری قله‌ای و باز و خوشگل شده و الان درش میارم که بافتشو بهتون نشون بدم. این از بافت کیک که انقدر نرمه، پنبه‌ای و خطوطی که افتاده روش فوق‌العاده است. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما درستش کنید.